به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم دوستانی خوبم. حالتان خوب است؟ خدا را شکر. انشالله که همیشه خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتان. امروز با یک داستان خیلی جذاب دیگر به پیش شما آمدم. نام قصه امروز ما حولی مادر بزرگ. آماده اید تا قصه را شروع کنیم؟ پس همراه ما باشید. حولی مادر بزرگ. مادر بزرگ یک حولی زیبا داشت. پر از گل‌های رنگارنگ بود. از همه گل‌ها زیباتر گل صدبرگ بود. البته او به خاطر زیباییش مغرور شده بود و با بقیه گل‌ها بدرفتاری میکرد. یک روز دو تا دخترک زیبا که نبره های مادر بزرگ بودند به سمت حولی آمدند. یکی از آنها دستش را به سمت گل صدبرگ برد تا آن را بردارد، اما خارهای گل در دستش فرو رفت. دستش را کشید و با عصبانیت گفت: من آن گل را دوست نمی‌دارم. آخر پر از خارهای تیز است. دستم را برید. مادر بزرگ نبره ها را صدا زد و آنها هم رفتند به پیش مادر بزرگ. اما گل صدبرگ شروع به گریه کرد. بقیه گل ها با تعجب به او نگاه کردند. گل صدبرگ گفت: فکر میکردم خیلی زیبا هستم، اما من پر از خارم. یکی از گل ها با مهربانی گفت: تو نباید به زیباییت مغرور میشدی. حالا هم ناراحت نباش، زیرا خداوند برای هر کاری حکمتی دارد. فایده این خارها این است که از زیبایی تو مراقبت میکند و اگر حاضر این خارهای تیزی تو نبود، تو در دست آن دخترچه های بازیگوش پرپر شده بودی. گل صدبرگ که پی به اشتباهاتش برد با شنیدن این حرفها خوشحال شد و فهمید که نباید خودش را با دیگران مقایسه کند. هر مخلوقی در دنیا یک خوبی هایی دارد. سپس گل صدبرگ قصه ما خندید و با خنده او بقیه گل ها هم خندیدند و باغچه پر شد از خنده گلها. بله دوستانی خوبم، شنیدید که گل صدبرگ قصه دیگر هیچ وقت خودش را با دیگران مقایسه نکرد. تا یک داستان جذاب دیگر، خدا نگهدار.